داشتم تعریف میکردن که پسره میگفت رفته بودم خواستگاری، وقتی تو اتاق نشستیم دیدم دختره گفت من خونه میخوام، ماشین میخوام، پول میخوام، مسافرت میخوام. همینطور که میگفت دیدم همه اینا رو منم میخوام. بعد تصمیم گرفتم خودم دنبال شوهر بگردم. بودم اگر همچین آفرای شوهر میده چرا؟ آقا رفتی خواستگاری یعنی که چی؟ پدر مادر دختر جلو پدر مادر پسر همچین میگن ما دخترمون رو با خون دل، ما با زحمت، ما با فلان بزرگ کردیم. انگار اینا پسرشون از پسماند ایران خودرو دیزل پیدا کردن که تو رفتی واسه دختر. خب اینم پسرش زحمت کشیده بزرگ کرده. خیلیا به خود من ایراد گرفتن که اصلا تو از سن ازدواجت گذشته چرا قدمی برای کاری نمی کنی؟ یک روز خوب دقت کردم، با خودم اندیشیدم، وقتی خوب فکر کردم دیدم نه تنها از سن ازدواجم گذشته بلکه از سن طلاقم هم گذشته. یعنی تاریخ مصرف من تموم شد.